تنها کسی که صداش بوی عروسی‌های شاد ایران رو میداد درگذشت. هر ایرانی حداقل با یکی از آهنگاش مثل هله داندان و زینو خاطره داره. دارم راجع به امید جهانی صحبت میکنم که صداش مجلس عروسی ها رو گرم میکرد، ولی حیف که تن بیجانش زیر سایه مرگ سرد شده. آخرین بار تو آرزوی قدیمی خودش یعنی آهنگ و خوانندگی حضور داشت. موقعی که سوار ماشین میشه سکته قلبی میکنه و درجا میره مراقبت‌های ویژه و دوباره احیای قلبی میشه. در نهایت امید جهانم میره. جالبه بدونی که تو زندگیش سختی ندیده. سالها به خاطر ندادن مجوز مجبور بود تو ارمنستان و تاجیکستان زندگی کنه. خیلی هم برای مجوز دمید تا آخر سر کنسرت خودشو تو برج میلاد برگزار کرد. پدرش هم از بزرگان موسیقی جنوب ایران به حساب می اومد و متاسفانه ایشون هم حین اجرا سکته قلبی میکنه و این سرنوشت پدر و پسر بوشهری بود که آهنگهای شاد جنوبی رو به گوش سرتاسر مردم رسوندن. حقیقتش خیلی ناراحت شدم. چقدر دنیا بیرحمه. روح شاد. اگه شما هم دوستش داشتید قلب پایین رو قرمز کنید و این پست رو بفرستید واسه اونی که خیلی هرس میخوره و زندگی رو جدی میگیره. تهش یه ایست قلبیه. مراقب باش.